من برگشتم با یک ولاگ دیگه. قرار بود امروز ما بریم جزیره اما باز هم نشد. چرا؟ به خاطر اینکه آقای علیرضا گفتن من یه سورپرایزی برای شما دارم که تا اون سورپرایز انجام نشه شما نمیتونی بری جزیره. و من هم مثل بقیه خانوم‌های حرف گوش کن گفتم که به روی چشم. خلاصه امروز اومدیم با هم دیگه بالات. امروز یک شنبه است. بالات یکی از منطقه‌های خیلی باحال و قدیمی استانبوله که پر از خونه‌های رنگی، کافه‌های خوشگله و اینکه موهام مثل این که باد زده به هم ریخته. اومدم یک کلیسا اینجا پشت سرمه. این کلیسا جزو زیباترین کلیساهای شهر استانبوله و جزو کلیساهای آهنی دنیاست، یعنی تنها کلیسای آهنی جهانه. توش انقدر خوشگله. 4-5 سال پیش یه بار من رفتم اما الان بعد از 4-5 سالی که دوباره میخوام برم توش. حتی ما واسه یه ویدیوی عروسیمون اومده بودیم اینجا که توی فرمالیتمون ازش استفاده کنیم اما به همون داخلش اجازه فیلم برداری ندادن و خلاصه با ناراحتی اونجا رو ترک کردیم. الان امروز اومدیم اینجا که هم بریم توی این کلیسا رو بگردیم هم بریم کوچه پس کوچه های اینجا رو با هم دیگه بگردیم و کافه گردی کنیم. و یه چیزی هم که راجع به این کلیسا باید بهتون بگم، همونطور که بهتون گفتم تنها کلیسای آهنی دنیاست. وزنش 500 تنه که با کشتی‌های کوچولو حملش کردن به اینجا و سال 2018 اومدن دوباره مرمت رو بازسازیش کردن. حالا با من همراه باشین بریم ببینیم که اون تو چه خبره. خب الان من امروز 2 دست لباس با خودم آوردم چون می‌خواستم هم توی کلیسا عکاسی کنم هم توی منطقه بالات. رفتم لباسمو عوض کردم توی ماشین به صورت جنگی و الان اومدیم که منطقه بالات رو با هم دیگه بگردیم. پس بریم ببینیم که چه کوچه‌های خوشگلی داره، چه خونه‌های رنگارنگ و چه کافه‌های خفنی داره. هنوز نیومده، شما میتونید اینجا ببینید کافه‌هاشو که چقدر خوشگله. کلی از جاهای مختلف دنیا میان اینجاها رو میگردن و به عنوان مثلا جاذبه‌های گردشگری استانبوله. بعد پر از مغازه‌هاییه که لباسای سنتی دارن، کارهای دست میسازن، از چوبی بگیر از چرم بگیر، خیلی باحاله. بریم با هم ببینیم.
خب من اومدم توی یکی از کوچه‌های خیلی خوشگل بالاد که پر از خونه‌های رنگیه و اومدم که عکس بگیرم. یه لوکیشن عکاسی خیلی خوشگل پیدا کردم. اینجا وقتی که یه لوکیشن عکاسی خوشگل پیدا می‌کنه باید تو صف وایسی تا نوبتت بشه، چون که یه جای توریستیه و اکثرا از جاهای مختلف دنیا میان اینجا برای دیدن کوچه پس کوچه و کافه هاش، واسه همین خیلی شلوغه. خلاصه این که الان یه لوکیشن پیدا کردم و اومدم براتون یه توضیح هم بدم که کجامو دارم چیکار میکنم. همین دیگه. خب ما کلی عکس قشنگ ویدیوی قشنگ ریلز قشنگ گرفتیم، یعنی عالمه گرفتیم و مطمئنم از تو چیزای خوبی در میاد. الان داریم میریم یه کافه خوب پیدا کنیم. کافه های اینجا همشون خیلی خوشگلن، اما یکی که خیلی از همه بهتره دیگه. من یه خورده وسواس و حساس هستم روی این مسائل. حالا هم میخوام برگردونم دوربینو و بهتون اینجا رو نشون بدم. یک عالمه کلاغ سیاه. وای اینا رو نگاه کن، اینا چه خوشگلن. کلیدا رو نگاه، پاشنه کشا، کلیدا درباز کنم. اینا چی میگن؟ تیک تیکیه داره. تیکیه داره. خب ما الان اومدیم یه کافه باحال پیدا کردیم، نشستیم و منتظریم که سفارشامون بیان. گفتیم یک خورده استراحت کنیم چون واقعا خسته و کلافه شدیم، یعنی انقدر که اینجا شلوغ بود می‌خواستیم یه عکس بگیریم، هی از تو کوچه ماشین میرفت و میومد، هی می‌خواستم تو اون لوکیشنی که ما عکس بگیریم نوبتی عکس بگیرم. خلاصه اینکه گفتیم الان بشیم، سفارشمون هم اومد. تشکر داریم و داره میریزه. خب چرا اینجوریه؟ همه کثیف‌کاری شده. میبینید اینم شانس مایه. من یه منگو چیلک فروزن سفارشم. منگو که میشه انبه، چیلک هم میشه توت فرنگی. سلام بیراز گوشتو چی داشتم گفتم؟ آها من شیک یا همون فروزن توت فرنگی و با انبه سفارش دادم. علیرضا هم یه آیس چی سفارش دادی؟ آها یه امریکانو سفارش دادی؟ قرار بود این چیز دیگه سفارش دادی. خلاصه این که آره علیرضا چون رژیمه دیگه ما رو اسیر کرد با این رژیم بودنش، به خدا هیچی نمیتونیم بخوریم، هیچی دیگه. الان اومدیم نشستیم یه خورده با هم دیگه گپ بزنیم و شیکامون رو بخوریم، بعد ببینم که چی میتونیم دوتایی براتون تعریف کنیم، از خودم براتون بگیم. بخورم ببینم خوشمزه ولی خیلی یخه، دندونام قشنگ منجمد شده.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خب ولاگ امروزمون به آخر رسیده. چرا ما می‌خواستیم بریم تو این کافه که یعنی الان بودیم پشت سرمونه، می‌خواستیم بشینیم با علیرضا کلی با هم صحبت کنیم براتون، اما چون انقدر موزیک صداش زیاد بود و کلا موزیکو قطع نکردم، ما هم ترسیدیم که کپی رایت بخوره، به خاطر همین کلا کنکلش کردیم و گفتم الان بیام بیرون بهتون بگم که داستان اینجوری بوده که صحبت نکردیم دیگه. این که یادتون نره این ولاگ رو حمایت کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارین، سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید و دکمه رو بزنید روی گزینه آل که هر زمان من ویدیو میذارم شما براتون نوتیف بیاد و متوجه بشید. بیاید منو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید. خلاصه یادتون نره که خیلی دوستتون دارم. بای.